گرمای هوا که به اوج میرسه، تازه کار استاد محمود شروع میشه. یکی از 2 احیاگران سنت صابون‌پزی استان مرکزی، جایی در شهرستان آشتیان. یکی از اصلی ترین عامل مرغوبیتش هم همینه که ما پختمون 2 مرحله است نسبت به صابون‌های شهرها یا استان‌های همجوار. مواد اولیه همین چربی‌های مجاز دامی دم دستی که ما زیاد خوشمون نمیاد و 5 ساعت توی این پاتیل‌ها میپزه. تو 7 مرحله بهش توت کاستیک اضافه میکنیم، نمک بهش میدیم، 2 لایه میشه، صابون میاد رو، جدا میشه. طبیعیه. و صابون ارگانیک به دست میاد. این همون صابونیه که آوردیم روی تخت، بریده شده به قالب‌های 10 و بعد از 1 هفته آفتاب خوردن خوش میشه و به بازار انتقال داده میشه. نیازی 1 ساله در 3 ماهه تابستان تولید میشه. تولیداتش در طول سال به 60 الی 70 تن صابون تولیدی میرسه. در سطح شهرستان و حتی استان و استان‌های همجوار نیز توزیع میشه. ما بیشتر عراق میفرستیم و قم و تهران و حذف مواد شیمیایی از صابون مهمترین مزیت این محصوله. کارگاهی که با اتکا به سابقه 500 ساله صابون آشتیان امسال 50 میلیون تومان جریان اقتصادی ایجاد کرده. فعالیت این کارگاه سنتی در شهرستان آشتیان بیش از 50 اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده. نوری، خبرگزاری صدا و سیما، آشتیان.